خوش اومدیم به ویدیوی آموزشی کانفیگ DNS و VPN. یه VPN داریم، یه DNS. VPNمون مکس تونل پروه که همه چی رو میاره، تو فروشگاه گوگل میشه دانلودش کرد. DNSمون هم ویتوریه که فقط باید از داخل گوگل دانلودش کنیم، فروشگاه نبود، من زدم نیاورد، من از داخل گوگل دانلودش کردم. بعد اینکه دانلودش کردین از داخل کانالمون لینکی که گذاشتیم میرین از ربات سرورشو میگیرین، کانفیگاشو میگیرین. بعد اینکه گرفتین میاین وارد برنامه میشین، بالا سمت چپ علامت به اضافه رو میزنین، گزینه دومو که میزنین اون چیزی که کپی کردین اینجا میاره و وقتی که مثلا میزنین روی یکی از این سرورها، روی این علامت زرده اینجا میزنین. حالا زرد نیستش چون که الان من وصلم زرده، بر شما توصیه میزنین وصل میشه و خیلی راحت میاره، همه چی هم بالا میاره.